یه روز سرخپوستا از رئیس جدید قبیلهشون پرسیدن آیا امسال زمستون سردی در پیش داریم؟ رئیس قبیله که تازه کار بود گفت به گمانم زمستان سردی باشه. بریم هیزم جمع کنیم. بعد از یه مدت شک کرد. زنگ زد به سازمان هواشناسی. اونا هم گفتن احتمالاً بله. پس رئیس قبیله دستور داد تا هیزم بیشتری جمع کنن. بعد از یک هفته باز به شک افتاد. زنگ زد به هواشناسی تا مطمئن بشه. کارمند سازمان هواشناسی گفت بله قطعاً امسال زمستون سردی خواهیم داشت. رئیس قبیله باز هم به مردم قبیله دستور داد که هیزم بیشتری جمع کنند. 2 هفته بعد باز به شک افتاد. زنگ زد به سازمان هواشناسی. گفتند به نظر میرسه امسال یکی از سردترین زمستون‌ها رو داشته باشیم. رئیس قبیله گفت آخه از کجا اینقدر با اطمینان حرف میزنی؟ کارمند هواشناسی گفت مگه نشنیدی؟ میگن سرخپوستا چند هفته است مثل دیوونه‌ها دارن هیزم جمع میکنن.